بعضی آدمای نچسبن بهشون میگن تفلون، میچسبه به مغز آدم میچسبه. نمونه الان یکی زنگ زد، الو بابا تو پانچمون کردی بیا سویچو بهت بدم. مختاری جان خود چسبه. آقا شما بهتون چی میچسبه؟ همه چی میچسبه. همه چی بیا ببینم پسرم، همه چی بیا ببینم. قاشق‌های از زمان چین باستان و مصر باستان. مارکوپولو در سفرهای خود از این قاشق‌ها یاد کرده بود که چگونه قاشق‌ها قدرت چسبندگی فوق‌العاده‌ای داشتند که میچسبیدند. بسیار عالی و متعالی. شما یک چسب بدم. جوری که ابوالفضل به همه چی میچسبه، همه چیز هم به ابوالفضل میچسبه. اختاپوس به همه چیز نمیچسبه. یه سنگ سفت و سخت، سنگ رو میای به سینه ابوالفضل میچسبونی. اجازه بدین. سنگ دیگه الان به سینه ابوالفضل چسبید. ببینید این دیگه الان کندم نمیشه. ما اگه زورم بزنی این سنگ دیگه آقا سنگ کنده شد. میری و حالا یک شیشه به ابوالفضل میده. آقا اینو خودت به خودت بچسبون. عالی. این از این میچسباند مردی از دوال چسبناک ها، مردی چسبناک که همه چیز را به خود میچسباند، مردی چسبنده و قوی، ابوالفضل چسبنده. حرکت میکنه و این دیگه نمیفته. حتی اگه من هم بخوام بکشمش باید ایشون رو با این شیشه بکشم که این کنده بشه. میتونم ابوالفضل بگم بچرخ از پشت این شیشه رو به ابوالفضل بچسبونیم. ببینید به همین راحتی، به همین آسانی گیر الان آقای من. این دیگه الان میتونیم پایین ترم بچسبونیم. اینجا خوب. اینجا خوب و چسبید اصلا ولش کن. یعنی الان این باکیشه. یعنی اختاپوس اینجوری نمیچسبه. دستان چسبنده ما رو نکن که رو دیوارا میرن بالا. اینجوری نیست که اوستای کاشیکار میتونم این سرامیک رو به ابوالفضل بچسبونم و به راحتی تبدیل به اوستای کاشیکار سرامیک کار بشم که بگم چسبنده هستی بدن میچسبه. خودت هم آدم دلچسبی هستی. من شنیدم بعضی از رفقا میگن تو جمع دوستام که میری همه حالشون خوب میشه. چی به بالا. آدم شما گرم. دوست داشتم شما رو بغل کنم. ببخشید من پارچه شما رو میگیرم چون میدونم میچسبه و اگه یه لحظه غفلت کنم دیگه چسبیده. خوشبختم. خدا نگهدار. آقا بیخیال شو آقا. دم شما گرم. شما میچسبه آقا.